بابایشان خداوند شما را نگه دارد و وقتی که با عائلت همخوابگی میکنی در تنه‌ات لباس باشد یا شب خاروک یا که کرتو و بروک باشد، با آن لباس هایی که در تنه‌ات بود جاگه خاروی کردی با همسرت، آن لباس ها که نماز خوانی می شود با احتیاط که یگان جایش نرسیده باشد. التماس در همین باب سوال بیاد. او دادر از تو هم بروک هم کرتو کتیز نه چه خوامری یک آدمی ساده خدا رحمت کنه، یک آدم ساده بوده چند بعضی کتاب ها همین اصل مؤلف های کتاب ها بعضی ساده هستند خدا رحمتشان کنه. در بالاش ادیال گرفته گفته کسی اگر در بالاش در ادیال گرفته یا کرپه گرفته قطع همسرش خواب نکنه گناهگار میشه. بس اندی کدام آدمی شو خدا حضرت زنده باشه سلام بندیم گو آقای این دادری عزیزی ما با کرتو برو چه کامر اقتیزه ند نه لباسکات خوش رو که هست هم یا ازار تپوش پوش خوب در وقتی خواب کنه هوایی هم کشون طرف مو کار بارد که بود شد بعد تپوشک تپوش خواره ضرر ندارد. این آیا خیلی جوان آده بچه ها بسیار ساده هم عزیزان من انشاءالله نشانه خوبیشان هست خداوند نگهشان دارد. غم اسلامشان میخورند ترس دارند خوب هستین. وقتی که خودت دانی دادر عزیز که همون هیچ جای لباسی تو آلوده شدگی نیست میتونی بعد از خواب خستن غسل کنی همون لباسات پوشی نماز خوانی. لیکن اگر انیق دانی که همون آبش در کجا مقدارش رسیدگی است، اگر آبی منی رسیدگی باشد سحر خیزی قاق شدگی است او رو به دست شک قاق شکش تازه است ناشسته هم نماز خوان می شود با که نداره داده. بچه خوشرو در خانه اگر درتان قلف داشته باشد درتان قلف داشته از نیمه درون قلف داشته باشه کروچاک کنی خانه جا همخوابگی با کمپیراتان کتی قلفک داشته باشد داری جا کتی زنو زران دار کنی چه کم خوره یا خی خانه خودو تحصیلی خودو تصف بشن.